روسیه در رابطه با مسئله این حق شما و حقوق‌های شما که بعد از آنکه شما را به تاجیکستان خب اگر گویم که اجباری انتقال دادن و شما این باره چندم است که با پرزیدنت روسیه مراجعه میکنید ولی شما پاسخ‌های از طرف مقامات روسیه دریافت کردید و خصوصا این دیروز شما باز یک بار دیگر به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعه کردید این نام بعد فرق میکند از مراجعه‌های پیشینی شما؟ در حقیقت این مراجعه‌نامه عمومی публичные обращения к президенту Российской Федерации. Фархад. Пас оставленным да. Пас азмуроджа, потому что структуры им давайте Россия. Суд, прокуратура, следствие, комитет Россия. Им роджаному городе я могу Путин в тесте говорить. Давайте Рус, давайте демократия. Чему схрона завоевается? و دولت روس خوب میدونه که هست декларации دنیوی سال 1948 نسبت حقوق انسان هست کنونسیون اروپایی نسبت انسان در هر دو این декларации امضای روس‌ها هستند اما فرموده است که خود همین مراجعه من ویران کردن حقوق انسان اولا به شخصی که من آدمی حربی نه فقط خوری حربی که از دست برداشته شده که برداشته شده از طرف دولت روس اوله و فرزندانی و درونی گرفتنی شهادتنامه روس پاسپورت و پس از اون که کمیته سیاسی کمیته روس یکی دادستانی روس پس از مراجعه من حق دانست تمامی حرکت‌هایی که بدی به انسان رو ما طرف بودیم ممکن بوری آخران مراجعه می‌کنیم چون که علاقه دنیا می‌دونن که حالا شما در مراجعه‌تون چی گفتید؟ میشه که مشخصا که در واقع از دیده برآمدنی از طرف ادوکات من خود من خواندن همین رشدی که مراجعه‌نامه نسبت قسم‌های بالای دولتی که در بالای این همش خودی پوتین استفاده از پرزیدنت گروهی جنایتکاران کیان آنها نه شخصی که برام میرفت نه کسی دیگری کسی را کشت این سترکتوری امروزی ساخته شده در دولت روس این سودی رایانی سودی شهری سودی عالی خودی دادستان следственный комитет روس که من با آن پیشنهاد نمودم من نظر نمایدم دیگرش که دولت روس امروز دولتی که با عهده خود گرفتنی وظیفه‌دار باید از برهم خورده به دولت شوروی است با کدام سبب فرستاده شد کی باید جزا گیرد و پیشنهادی من گفته رو که با جنایت کشته شود شخصانی که به من دادن پاسپورت چرا در آزادی در روسیه اونا باید در زندان باشن اینا کیو هستن شما وقتی گپ میزنید که از حالتی با دولت با خود رهبری دولت ما در ساختاری وزارت کارهای داخلی داشتیم وزارت کارهای خارجی داشتیم وزارت دفاع داشتیم همه اینا دادن همون سپراوکایی که لازم بود پیشنهاد کردن به صلح همه اینا قبول کردن مثلا جانشین وزیر یکم گروی گنرال پالکو در روسیه در قسم وزارت کارهای داخلی حتی پیشنهاد نبود به سفارت تاجیکستان در کدام اساس من نمیدونم که داده شود به کرامت شریف سپراوکی با بازگشت به وطن هرچه در اون نورقم‌هایی نیست خیلیش نامریکن سوسته روس اینا بودن دیگر اینکه خودی وزارت مدافع روس وقتی از طرف ادوکات طلب شد که پیشنهاد نماید اونا نوشتن که در حقیقت دولت‌های اسنگی به روسیه داخل نوشتن سال 92 و ماریا زخر پرسپوش به امروزه وزارت کارهای داخلی روس او که من توضیح در حیرتم که هم بر شما سپراوک داده یعنی شما شهروند تاجیکستان هستید این مبارزه انسان است این بودن حقوقی نه بلکه یک کرامت شریف ما این روز دیده ایستاده این زیادی شهروندان در چین حالت است حاضر ببینید شما این باری اول نیست که با پرزیدنت روسیه مراجعه میکنید در مسئله این تاریخ خودتون میگوید که بحثی که زیادی داخلی هست
این نوبتی که حال شما مراجعت کردید به طور مشخص چی میخواید از پرزیدنت روسیه؟ خواسته من در حالتی با جزو کشیدن شدیم روسیه میگن подношение этих лиц надо уже открывать уголовное дело. همه فکتایی که ما پیشنهاد میدیم علاقه اونجا اساس دارد. بعد با جزو کشیدن برگرداندنی پاسپورت روس به من، برگرداندنی نفقه من، لگوتایی که از طرف همچون جنگاوری حربی برگردانید. این مدت 2 سال شده گرفته شدن. این از مواجهتی من بود که اگر ما خواهیم که همچون این سال یک دولتی بزرگ در سابق دولت‌های شوروی امروز ماند. از طرف وزارت مدافع روسیه باز کدام دورایی شما گرفته شد؟ بغیر از میگه که پاسپورت و دیگر چیزها باز چی؟ خود دولت روسیه که از وزارت مدافع است که سوال طولانی مدارج با نفقه برمونن این لگوت قسمی داره داشتنی وجودی جنگی در حالت وجودی جنگاوری حربی این کاملا سیستم خانواده پلیس بریدن باید در حالت بودن سناتوریا در حالت در برمیزه که روی نگاستاری خوابوندن اینا به همش بی پول داد اینا همش برداشته شده بله. حال شما با این مراجعاتتون باور دارید که مقامات روسیه اینه که در سطح پرزیدنت روسیه این کارو اقلا بررسی میشن یا که دیده برنامه میشن باور دارید؟ چون که این باری اول نیست که شما مراجعه میکنید. برای من ضرور است این مکتوبا باید باشه. روز میشود، صبح میشود، ماه میشود، شخصان دیگر پیدا میشود و از نام سر میگه نقطه آخر میره. نقطه آخر گذاشته نشده است. تا وقتی هست تاجیکستان که روز دیگر دولت‌های دیگر به نزدیک شوروی سابق روز آنها باید که حقوق انسان پایمال کرده نشد. و در دولت‌هایی که از منبری بلند گپ میزنیم و در اروپا داریم اولا دانیم که خودی رهبران این روزا چگونه رفتار داشتن و شهروندان دیگر دولت‌ها. حالا تا حال حاضر به صورت این مسئله شما در داخل تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد؟ دیروز مکتوبی که به ما رسید از شورای نزدی شهروندی پرزیدنت تاجیکستان این آخرین استادی بود که ما با آن بودیم آنها میچون می‌شدن که کرمان شریف از سال 1980 شهروند جمهوری تاجیکستان بود. خودتون چی می‌حسابید؟ با دلیل و فکتایی که موافق قانونگذاری تاجیکستان اولا کنستیتوسیون 94 بعدتر رخصت پرزیدنت 95 تمام شهروندانی که برآمده رفتن سال 92 91 در مدت 5 سال اگر مراجعت به دولت تاجیکستان نکرده باشند از سال 92 تا سال 99 از شهروندی برآورده شدند. روسا میگن زکونی به افراد نیستیم. درست است. صرف نظر از این همه حاضر شما بعد اون روزی که به تاجیکستان آورده شدید خب با این توجه که دارید هیچ نتیجه مثل که نداده شده است. خب تاجیکستان میگه شما شهروندی تاجیکستان هستید، از مقامات روسیه میگن شما شهروند تاجیکستان هستید. در چنین وضعیت چیکار باید کرد؟ شما چیکار میکنید؟ شما دیگر تاجیکستان انتخاب کردید همچون دیگر. من باید رسانم شما هم رسانید دیگر رسانم که ما بودیم زنجیر بند با دستی ما بسته شد. حتی سخنگوی ما در کدام حالتی باشه نه از طرف این روزی تاجیکستان نه از طرف روسیه به نظر گرفته میشه. در بین دولت‌های اسمدی من گپ میزنم. تاجیک در حالتی وزنی است. اولا ضربه اساسی از روسیه برای بودن تاجیک، دوم زبان برو داشتن تاجیک که پیش بردن ملت برگردن از دهشت اینا سبب امروزی بودن من امروز. حالا خودتون در چی وضعیت قرار دارید؟ هم از نگاه روانی، حقوقی دیگه، یعنی شما دیگه مانده دیگه در تاجیکستان همین اعتراف دارید؟ امروز در روسیه هم هست که شهروندان آمریکا یکی بریختانی که آورده شدن اونا هستن. من با خواهش خود به تاجیکستان آمدگی نیست. این وطنی من است، وطنی بابای من است. حتی اگر من رو از روسیه گردانم تاجیکستان به من نفقه نمیدن. من از نو کار کنم که از نو صاحب خود همون بدنی نفقه در کاوسایی شدم نمیتونم. باید روسیه برگردم. بودنی من در تاجیکستان شما امکانی دریافت نفقه و دیگر امتیازات در سن سالی ما عموما وجود ندارد. از اول از پنسیون فوند برفتن میره. از بودنی من در تاجیکستان شخصانی هستند که به نزدیکی بفکرم باید برای مقاله کنم. اون دهشتی که بسری نترم کردم ماجرای وزارت ملت آوردن
خودی اون سپرافکو یک قلبکی شهروند تاجیکستان در سطح بلند دولتی تاجیکستان شده است در پایان. این خودی کنسولگری تاجیکستان در روسیه کرده است که اوزود کشته میتونن که این کار با عهده اشراف گروه گذاشته شده. خب حالا که شما در تاجیکستان هستید زندگی شما چطور میگذرد؟ فرزندان شما همجا هستن؟ من در روسیه هستن؟ من به نزدیکی بخوردم با یک سترکتور دولتی چون سوال ما با آنها دادم برای چی آوردن کرامت میلیون ها بیکارند؟ چرا بالای میلیون ها با شخصان دیگری که آنها میدونن نام خلال حتی نزدیکان خدا داشته چی از این سبب جواب داده نمیتون؟ بینید نگه گردید کار یابید. ما گفتم حجتی این روزا نیست که با من به حجت در تاجیکستان کار کرده میشه. یعنی چه کار؟ به پس برای به هیچ مرحمت کار یابید کار کنیتون در اینجا گردید. و چی سبب شد این آدمی از بالا از پایان نیست این شخصا؟ چی سبب جواب داده نمیتونه؟ برای که راه کنه خودش. حالی طوری که ما میگن شما باید با هر راهی بچه کار پیدا کنید. خب با چی کار مشغول هستید؟ اولا من گفتم که اول به شخصانی که بغیر از من جای کار دید آنها ترکیب تام نکنن نبرن در خود اتوبوس دیگر چیز در راه نمورن که صدا پیدا نشود. بودن من در تاجیکستان تا روز آخر من همیشه بشینم در سر دسترخوانم در مسجدم در نمازم دعا میکنم و ملت تاجیکی فراموش کردگی نیستم. آنها بودن 2 سال من گشته نیستم. من کمبودی ندارم. نه از طرف حکومت روسیه تاجیکستان آنها ملت من بود و ملت من در اقامت. ولی در این میان از طرف یگان مقامی تاجیکستان یک سازمان‌های غیر دولتی از شما دعوت کردن که برای همکاری همچین مشاور یا چیز دیگر؟ نه من در حقیقت فرستاده بودم به رستم امانی زیاد از 5 صفحه مکتوب. امروز یاردمی من با 200,000 جوانان شهری دوشنبه در بودن من در ولایت سعودی دیگر میتونم یاردمی خود رسونم که اونا بیرون از دوشنبه جواب نیست. جواب نیست. جواب نمیشه. سال 2018 ماه مرد بود. به خود ادمنستراسیون پرزیدنت آزاد رحمانی اینا فرزندی رهبری دولت است. به خود رحمان رئیس جمهور اینا جواب فقط از طرف یک شخص داده میشه در تاجیکستان اگر کمتر اهمیتی با نام اشوریون ادمنستراسیون پرزیدنت همچون یک شخصی که جواب داده است. در تمام مکتوب‌ها هوای انسان میگن قبول نبود. شما حال برگردیم به مراجعه شما با آغاز صحبتمون. این مراجعه که شما با پرزیدنت روسیه کردید دیروز بود و در حال حاضر پاسخی هنوز دریافت نکرد. یکم رفته است با قسم الکترونی با هم قسمی از طرف پشت دولتی ما فرستادیم. اینا پیدا میشه نه کمتر در روزهای ممکن از 10 روز لازم است. در ولایت دولتی 10 روز برای اینکه ما 10 روز باز جواب شما دادیم. نویسند خوب نویسند. نقطه این تاریخ است. این چیزی که شید رفت ماند و میماند تاریخ است. پیش از ما بودن. ولی به هر حال شما که در تویستان زندگی میکنید خب که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دیگر چیزا از وضع مهاجرت تاجیک در روسیه با خبر هستید. باعث شده است که به شما مراجعه کردن و شما از اینجا استفاده با کار اونها مساعدت کردید و حل کردید. من در حیات حرکت می‌کنم میگم چطور خطا نگویم هستم با قسمی نوشتن با قسمی تلفنی. خب دیروز از سماره بود. من گفتم یک راه داریم چیکار کنیم که امروز ما را از خانه ها میبردارن به سری ما کالتن کپی میشود. در روسیه در شهر سماره شبانه ساعت 11 شب ما گفتم یک راه دارید سرجم شوید اتوبوس رو بشینید در دروازه سفارت بینو محترم سفیر این چی روز است چی عذاب و دهشت است چی روز است من تاجیک از من رفته ایستاده است تاجیک کلمه تو با تاجیکستان دولتی هست ما میمون داریم تو جنگی هستن در خودی سرحد من دین شبانه و یکدام مراجعت همچون رهبری فدراسیون میگرانت اسمبلی با خلق قرقیزستان و تاجیکستان شبانه من چاپ کردم که این دو ملت است من پس یک کسی تو خوب دیگرش گنده است ما از راهی که با این تیموز نداره ورده که درست نموندن در سطح اسمبلی اودکبه با دست کشیم راهی درست گیریم به اودکبه ایست در سر چرا فردی بیگانه که جوانی بنده که میمرد و کشته میشه چون این هست میمونه تاجیکستان شهروندانش در روسیه برگردید
برگشتنی شما رو حکومت میفهمد چرا بر نمیگردن. شما قانون شکست شما برگردونید، شما جواب برید. وظیفه هست یک چیزی که دست میباید میرود انسان بودنی ما میموند. کیکم تشکر زیاد برای صحبتون. شما با تشکر. امیدوار هستم که از طرف مقامات روسیه به این درخواست شما پاسخ هر چیز یک چیز فراموش نکنید که دولت روزنامه‌نگارانی امروز دارن که نسبتی ملتی خود مبارزه میبرند. مثلا برآوردنی ویشنیوسکی، کریل، ناتالیا بوتینا مبارزه را اسمی بود. اگر اسمی روسیه خراب میشد، رهبریت روسیه هم خراب میشد. شما هستید زندگی امروزه تاجیکان هست رادیو آزادی و اینا چندین بار صدا برآورده گفته این امروزه که بعد از 2 سال من دیدم به چشم میخورد اگر نبودن شما باشه ممکن نامناسب بود ما در یک شب 24 ساعت از بعد را بعد ما دیگه یافت نکنیم. بزرگی را به شما میخواهم. رحمت. تشکر زیاد. سلام باشید.